در مهمانخانه سعودیان شهر خوجند در موضوع پیام پیشوای ملت راهنمای آینده درخشان میز مدور برگزار گردید که در آن معاون رئیس ولایت سوغد، تشکیلات‌های جمعیتی، حزب‌های سیاسی، فعالان نهادهای جمعیتی، اینچنین ادیبان، سابقه‌داران مهنت، مسئولان مؤسسه‌های تحصیلات عالی و میانه کسبی و دیگر نمایندگان نهادهای جمعیتی اشتراک نمودند. در کار مشورت مسئله‌های مهمترین نکته‌های پیام پیشوای ملت بررسی شده، برآمدکنندگان در موضوعهای پیام عامل رشد استوار جامعه، هدف‌های استراتژیکی پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سخن نموده تاکید داشتند. پیام نه تنها نتیجه‌گیری از دستاوردهای سال‌های گذشته، بلکه نقشه دقیق فعالیت هر کدام ما برای آینده نزدیک و وارد گردیدن به مرحله نوی سازندگی و بنیادکاری و خودآگاهی و خودشناسی ملی محسوب می‌یابد. گفته شد تحلیل‌هایی که در رابطه با دستاوردهای سال‌های آخر کشور و سال 2025 وابسته به دستاورد و پیشرفت ساحه‌های اقتصادیات، صنعت، ساختمان، کشاورزی بیان گردیدند، نشان می‌دهد که دولت و حکومت برای تطبیق هدف عالی خود تمام تدبیرها را اندیشیده ایستاده است. از این لحاظ پیشوای ملت ضمن سخنرانی خود به سابقه‌داران، کشاورزان، شخصان سخاوتپیشه و کل مردم تاجیکستان برای دستگیری تشبس‌های حکومت و سهمگذاری در آبادی و پیشرفت مملکت و آمادگی‌ها به جشن 35 سالگی استقلال دولتی سپاس و منتداری بیان نمودند. در مشورت مسئله‌های تشبس‌های بین‌المللی تاجیکستان در سمت آب و اقلیم، پیشگیری تروریسم و اکستریمیسم، همچنین بابت سهم صاحبکاران و شخصان سخاوتپیشه بهر آبادانی و پیشرفت کشور مورد محاکمه قرار گرفتند. قید گردید که نوابسته از ناآرامی و نزاع‌ها در منطقه‌های گوناگون عالم، شدت گرفتن مخالفت‌های سیاسی و تحریم‌ها میان کشورهای ابرقدرت و دیگر عامل‌های بیرونه ما را ضرور است که برای پیشگیری کردن تأثیرهای منفی آنها به اقتصادیات کشور تدبیرهای سریوقتی اندیشیم. در آخر مشورت وابسته به دستور سپارش‌های پیشوای ملت در سمت آبادانی و پیشرفت کشور بهر در سطح بلند استقبال گرفتن جشن 35 سالگی استقلال دولتی قید گردید که باید بهر وسعت بخشیدن کارهای آبادانی و تقویت خودشناسی و خودآگاهی ملی هر یک شهروند کشور حس مسئولیت وطنداری خود را بیدار نموده صافدلانه سهم خود را در پیشرفت جامعه و آبادی وطن گذارد.